هادی و هدا. عروسکا عروسکا کجایین مادر بزرگ، هادی هدا بیایین بیایین. عروسکای خوبی از نخوندی خودشوبی، عروسکای خوبی از نخوندی خودشوبی. پدر کجاست؟ من اینجام. مادر کجاست؟ همینجا. عروسکای نازی قصه رو ما میسازیم. بیایین بیایین. سلام سلام. راستی خودمم آق بابام. عروسکای قصه‌ای نون و پنیر و پسته‌ای، عروسکای قصه‌ای نون و پنیر و پسته‌ای. هادی هادی بله پسرم، چرا غذاتو نمیخوری؟ دارم میخورم. من که فقط میبینم داری با غذات بازی میکنی. نکنه کتلت دوست نداری؟ چرا دوست دارم. خودش به مامان گفت که برش کتلت درست کنم. پس دیگه چی میگی؟ هیچی، من که چیزی نگفتم بابا. پس درست و حسابی غذاتو بخور. چشم. آفرین. یکی رو بذارم تو جیبم. خوب شد. یکی هم بردارم. وای داره میبینه که بهتره بخورمش. پیرمرده خیلی دعاش میکرد، میگفت خدا خیرش بده، خدا براتون نگهش داره. بعد برام تعریف کرد که هادی مرتب براش غذا میبره، میوه میبره، آب میبره و خلاصه خیلی بهش کمک میکنه. الهی من قربون شکلش برم. پس این نوه گل من غذای خودشو میبرده میداده به اون پیرمرد فقیره که توی خرابه. بله خانم بزرگ. ببینم اون گوش کوبیده و میوه‌هارم که اینجا بود برده واسه همون پیرمرد. بله خانم بزرگ. که اینطور. خب ننه هادی، تو که میخواستی ننه یه همچین کار خیری بکنی، چرا از اول به ما چیزی نگفتی قربونت برم؟ راست میگن پسرم، بهتر بود از اول به ما میگفتی. خب ترسیدم شما قبول نکنین. ایوا ننه چرا قبول نکنیم قربونت برم؟ کمک کردن به آدمای فقیر هادی جان ثواب داره. ببینم شاید نمیخواستی که ما هم تو ثوابت شریک بشیم ها؟ مادر بزرگ تو کار خیلی خوبی کردی پسرم. بله. اما بهتر از اون این بود که ما رم تو جریان میذاشتی. حالا حتما خیلی گرسنه‌ای نه؟ بله خیلی. صبر کن الان برات یه غذای خیلی خیلی خوب درست میکنم. چه غذایی رو خیلی دوست داری ها؟ ماکارونی. بله ماکارونی. قربونت برم ننه یه وقت ماکارونی ها نرزی تو جیبت ها. نه مادر بزرگ همشو میزن تو شکرم.